بحران، مشکل ایده، فکر، مسئله. زندگی ما همش یکی از ایناست یا همش با همه. من واقعا هزینه دادم بابت آن مهارت‌هایی رو که بلد نبودم. آدم اگه امیدوار باشه واقعا هر چیز آرزوش برآورده میشه. به نظرتون درسته این جمله؟ اینکه آیا هر آرزویی قابل اجرا شدن هست یا نیست رو من اصلا فکر نمی‌کنم این چیزی باشه که به بچه‌ها زمان ما یاد داده باشن. این گول، تارگت، ابجکتیو 4 تا کلمه‌ایه که هر کدوم با هم فرق داره. یک متد آموزشی رو طراحی کردم. یاد میگیرن که خب انسان جدای از افکارش نیست. یاد میگیره که این افکار و مسائل خودش رو چجوری روی کاغذ پیاده سازی کنه. وقتی اینا رو بچه‌ها یاد بگیرن انگار که یک جعبه ابزار کاملی دارن، وارد یک محیط جدی‌تری میشن توی زندگی، میدونن کجا از کدوم از این مداد رنگی از کدوم از این ابزارا باید استفاده کنن.